من توی وعده غذایی هر روزم حتما سالادو دارم. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. اومدم یه جای خیلی قشنگ، هوا امروز عالیه بعد چند روز بارون پی در پی توی استانبول. امروز دیگه واقعا هوا آفتابی و قشنگه و میخوام راجع به موضوع تابنیل باتون صحبت کنم. یه قهوه بر خودم گرفتم خیلی بانمکه که چطوری تونستم مجددا 10 کیلو وزن کم کنم. هوا خیلی باده، برای من مجبورم میکروفون رو اینطوری بگیرم چون اگه روی یقم بذارم میدونم که کیفیت صدا خوب در نمیاد. خب این که چی شد من مجددا وزن کم کردم؟ میخوام یه کوچولو راجع به این صحبت کنم. من یه ویدیو دارم توی چنلم که درباره اینکه اون زمان که خیلی وزنم بالا بود، چاق بودم، اینکه چطوری تونستم لاغر کنم. اون ویدیو رو گذاشتم چنل و خیلی بازدید زیادی خورد به نسبت سابسکرایبای چنل و خیلی تشکر کرده بودن از حرفایی که اونجا زدم. اما یه مسئله دیگه، من حدود چند سالی بود که یعنی از اون وزن اولیم که خیلی زیاد بود 85 تا 90 کیلو که رسیده بودم به 65 66 کیلو و دیگه وزنم استاپ خورده بود، همونجا مونده بود، ثابت نگهش داشته بودم. بنابراین این 2 سال اخیر داشتم به این فکر میکردم که من اگر مجدداً بیام یه کوچولو وزنمو کم کنم خیلی خوب میشه به نسبت قدم که قد متوسطیه، یعنی قد زیاد بلندی ندارم، یه کوچولو باید وزنم بیاد پایین. و بچه‌ها من هر کاری میکردم که این وزنه بیاد پایین، از اون 65 66 کیلو بیاد برسه مثلا 61 62، نمیشد و نمیدونم چرا. شاید به خاطر اینکه لایف استایلم سالم نبود، فکر میکردم سالمه ولی لایف استایل سالمی نداشتم، یا شاید به خاطر غذاهای بیرون بود. آخه من غذا زیاد بیرون نمیخوردم، حالا نمیدونم چرا، ولی هر چقدر که حساس بودم زور میزدم، انگار به جای اینکه وزنم بیاد پایین وزنم هی میرفت بالا. میدیدی برنج نمیخورم، مثلا هفته ها میشد برنج نمیخوردم، نون نمیخوردم، بعد پیاده روی میکردم، بعد میدیدم اصلا وزنم نمیاد پایین، بعد یه ناامید شده بودم. خیلی هم حساس بودم. مثلا میرفتم سوپرمارکت یه خریدی بکنم، اگه دلم میخواست یه شکلاتی یه چیزی بخرم چون من عاشق شکلاتم، همیشه به کالریش نگاه میکردم، اینا حتما چیزای رژیمی باشه، ولی میگم دیگه انگار میگن هر چقدر حساس تر باشی نمیشه دیگه. من کلا پارسال ول کردم این که دیگه به این لاغری و چاقی و اینا حساس باشم و از اون لحظه ای که ول کردم یعنی دیگه حساس نشدم، بیخیال شدم و نشستم پایان نامم. با اینکه زیاد تحرکی هم نداشتم اون دوران، یعنی فقط روزی یه وعده پیاده روی میکردم توی عصر. شاید نمیدونم اون فشار پایان نامه بود، شاید استرس بود یا هر چیز دیگه، ولی من نسبت به وزن پارسالم که 66 کیلو بود الان 10 کیلو وزن کم کردم، یعنی الان 56 کیلو هم و این خیلی برای من خوبه. یعنی الان احساس بهتری نسبت به اون موقع دارم چون به نسبت قدم این وزن عالیه. حالا میخواستم بهتون بگم که من چه کارهایی دقیقا انجام دادم که تونستم مجددا 10 کیلو وزن کم کنم و آیا وزن کم کردن سخته یا آسونه. ببین، زمانی که به نظر من مایندستت، ذهنیتت این باشه که من حتما باید رژیم بگیرم لاغر بشم، هی میخوای از غذاها فرار کنی، هی میخوای که وزنتو بیاری پایین، نمیدونم شاید اون حساسیت باعث میشه که زیاد لاغر نشی، یعنی وزن ثابت بمونه یا اصلا هیچ اتفاقی نیفته. ولی از لحظه که کلا اولین قدم ذهنیتتو نسبت به لاغری عوض میکنی و دیگه حساس نیستی، یعنی غذات هم میخوری یا ولی خب حساس نیستی، فقط یه سری رعایت ها رو میکنی، اون موقع خیلی یعنی به نظر من سریعتر این پروسه کاهش وزن اتفاق میفته. من چه کارهایی از پارسال تا الان انجام دادم؟ حالا از پارسالم نگیم، میتونم بگم که این 6 ماه اخیر بود که شاید به جرات بگم باعث شد من 10 کیلو وزنم بیاد پایین، که برای 6 ماه خوبه به نظر من. شاید هم مدت زمانش کمتر بود، میتونه 5 ماه هم باشه، چون من دقیقا از تابستون به این ور، اواسط تابستون یا آخراش، از اون موقع تا الان وزنم دیگه سریعتر اومد پایین. کاری که کردم میخوام بهتون بگم، هیچ کار سختی هم نیست، اصلا به هدف رژیم گرفتن نبوده. با من همراه بشید تا بهتون کامل توضیح بدم. اولین کاری که من کردم
همون جور که اول ویدیو هم توضیح دادم اینه که حساسیت خودم رو کم کردم، یعنی کمتر حساس شدم، هرس نزدم چرا لاغر نمیشم، خودم رو سرزنش نکردم، اکسپت کردم اوکی نسیم تو داری رعایت میکنی ولی خب اون کاهش وزن اتفاق نمیفته، اوکی حساس نباش و به روتینت ادامه بده. خب پس اولین کار باید ذهنیتتون رو عوض کنید و زیاد حساس نباشید. منظور از حساس بودن اینه که هرس نخورید، خب نه اینکه هر چی که دلتون میخواد بخورید بگید به جهنم بذار هر وزنی میخوام بشم، نه، منظور این که هرس نزنید. مثلا تو میگی من این کارو کردم این آقا نخوردم و چرا لاغر نشدم، اون هرس رو نباید بخورید. دومین کاری مهمی که من انجام دادم، یعنی قبل اونم بود ولی از پارسال به این ور منظم تر شد، پیاده روی روزانه بود. خب بچه ها نمیدونید پیاده روی چه معجزه‌ای میکنه. من حتما یه ویدیو راجع به پیاده روی میسازم، چقدر حالتون رو خوب میکنه. هورمون سروتونین باعث میشه که بدنتون ترشح کنه و کلا مودتون رو میبره بالا پیاده روی. علاوه بر اون به تناسب اندامم کمک میکنه. خیلی هم میگن پیاده روی چربی سوزه، باعث میشه عضلاتت بیفته، نه اصلا اینطوری نیست. اتفاقا پیاده روی باعث میشه که کل خون تو بدنت بچرخه. هم علاوه بر اینکه حالتو خوب میکنه، ورزشی که کلا آرومت میکنه. من به شکل منظم پیاده روی کردن رو شروع کردم. 2 وعده در روز پیاده روی میکنم. چرا؟ چون کارم فریلنسریه، کارم آنلاینه، کارم یوتیوبه، 24 پشت میزم و حتما باید تحرک کنم. یعنی کارهای خونم جز ورزش حساب نمیشه. بنابراین یکی صبح که از خواب بیدار میشم میرم پیاده روی قبل از صبحانه که اون انرژی اولیه به حرکت در بیاد، راکت نباشه، مودم خوب باشه که اون روز میخوام پشت لپتاپ بشینم کارمو بکنم. یکی هم این که عصر مثلا حوالی ساعت 6 که دیگه کارام تمام شده میرم یه سر دوباره یه ذره قدم میزنم، پیاده روی میکنم توی پارک. هیچ باشگاه خاصی هم نمیرم، همین پارک نزدیک خونه میرم. پارک دیگه نزدیک هر خونه‌ای هست، شما میتونید برید اونجا، یعنی هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره. و یکی از چیزایی که باعث شد که من علاقه‌مند بشم پیاده روی کنم اینه که خب توی زمان پیاده روی کتاب صوتی گوش میدم، پادکست گوش میدم، اون چیزایی که بهشون علاقه دارم. هر کتابی که میتونه علاقه‌مندتون کنه انتخاب کنید، موقع پیاده روی اونو گوش کنید. این باعث میشه که شما بیشتر انگیزه بگیرید که پیاده روی کنید. پس پیاده روی به شکل منظم توی برنامه من هست. حالا یه وقتایی که از شاممو زود میخورم، چون من 2 وعده‌ایم، یعنی یه صبحانه میخورم یکی هم عصر میخورم. کلا ترکیه اینطوره، یعنی ایران شاید اینطوری باشه که صبحانه، نهار، شامو باید کامل بخورید، نه اصلا اینجا اینطوری نیست. من دیدم یه وعده صبحانه رو میخوری تو، یکی هم یه وعده بین شام و نهاره که در واقع مثلا ساعت 6 از هفته است یه غذایی میخوری و واسه همون شاید اون 2 وعده‌ای هم کمک میکنه به کاهش وزن. اصلا هم گشنه نمیشی. یعنی این از اول ممکنه تو ذهن ما باشه چون ما ایرانی عادت کردیم 3 وعده غذا بخوریم، این ذهنیت رو داریم. نه، با 2 وعده غذا به نظر من آدم هم حالش بهتره، هم کمتر سنگین میشه، هم این که نمیکشدتون. بچه شما اگه چند روزم غذا نخورید باز بدنتون میتونه از ذخایر استفاده کنه. اصلا به این فکر نکنی وای من چند روز غذا نخوردم، یه روز کم غذا خوردم الان یه اتفاقی برام میفته. نه اصلا اینا الکیه همش به نظر من. 2 وعده‌ایه. حالا اگه زود شاممو بخورم، 6 هفته از شام بخورم، بعد شام میرم پیاده روی، که بعد شام پیاده روی کردن به نظر من بهتره، چون باعث میشه اون غذایی که خوردی هضم بشه و کلا بهتره، یعنی به اون چربی سوزی کمک کنه. اما سومین چیزی که خیلی مهمه و شاید بگم اکثریت کاهش وزنم و درصد زیادیشو به این مدیونم، البته من به شکل منظم پیش نرفتم باهاش ولی تأثیرش رو دیدم. یعنی یه وقتایی میشه که از این قانون میام بیرون، یه وقتایی میشه که رعایتش نمی کنم. چیزی که به من خیلی کمک کرد فستینگ بود. حالا ممکنه بگی فستینگ چیه؟ بچه فستینگ چیه؟ شاید این سوال براتون پیش بیاد و این روزام خیلی دارم توی اینستاگرام ببینم که راجبش صحبت میکنن، کلی قاعده و قانون براش در آوردن. فستینگ 16-8 12-12. راستش من هیچ کدوم اینا رو نمیدونم، فقط یه چیزو میدونم. مثلا تو ساعت 8 شب آخرین وعده غذایی تو خوردی، تا صبح روز بعدش تا ساعت 8 صبح تا ساعت 10 صبح، حالا اون مونده به تو، خب بجز آب
چایی بدون قند و قهوه بدون شکر هیچی نمیتونی بخوری. یعنی باید اگه نوشیدنی میخوری 0 کالری باشه و این اسمش رژیم نیست. این خیلی خیلی حالتون رو خوب میکنه، چون ماها همیشه عادت کردیم یه چیزی بندازیم دهنمون. من خودم هم اینطوری بودم تو سالایی که تو خوابگاه زندگی میکردم، چون هم اتاقیام هی چیپس و پفک و همیشه دهنشون میجنبید. من فکر میکردم که بعد شامم بعد یه شکلات با چایی بخورم، چون عاشق شکلات هم، یه شیرینی کوچولویی با چایی بخورم. این عادت خیلی بدی بود در من، شاید اون باعث میشد که وزنم پایین نیاد، همین قندای مصنوعی که با چایی میخورم، شیرینی و شکلات. الان اینطورم که از ساعت مثلا 8 شب یا 7 شب که آخرین وعده غذاییمو خوردم تا صبح روز بعدش همون ساعت یا چند ساعت به اضافه اون من هیچی نمیخورم به جز آب، و اگه چایی هم بخورم معمولا که نه، کاملا بدون قنده. اینم من زیاد رعایت نکردم ولی روزایی که رعایتش کردم واقعا تاثیرشو دیدم. 10 شب آخرین وعده غذایی تو میخوری تا 10 صبح فرداش، 12 صبح فرداش هیچ غذای دیگه ای نخور به جز آب و چایی بدون قند. ببین که حالت چقدر خوب میشه. و فستینگ یه رژیم نیست بچه‌ها، بدنتون استراحت میکنه. خب زمانی که بدنتون استراحت میکنه اون انسولینه کمتر دستکاری میشه. حالا یه کانالی هست فرشید جلیلیان فکر کنم اینا رو کامل توضیح داده، من اینجا براتون میذارم، عکسشو حتما برید دنبال کنید، مطالبشو ببینید در رابطه با رژیم و فیتنس. اون انسولین رو هر چقدر بیشتر دستکاری کنید، چون وقتی که قند یا یه غذایی میخوری قند خونت که میره بالا انسولین ترشح میشه. انسولین هر چقدر ترشح بشه و اون انسولین رو دستکاری کنی انگار که بالاخره خب بدنت بیشتر کار میفته و وزنت سخت‌تر کاهش پیدا میکنه. برای وقتی که تو توی دوران فست به بدنت استراحت میدی، خب بچه من کارشناس تغذیه چیزی نیستم، فقط هم تجربیات خودم میگم، وقتی به بدنت استراحت میدی باعث میشه که کبدت استراحت کنه، روده‌هات استراحت کنن، سبکتر بشید، سبکتر بخوابی، راحتتر بخوابید. چقدر اینو تجربه کردین که شبایی که برنج میخورید، غذا زیاد میخورید، سنگین میشید، نمیتونید بخوابید. اون فسته کمک میکنه که شما یه خواب خیلی راحتی داشته باشید، بدنتون استراحت کنه. این چیزاییه که من انجامشون دادم. کار زیاد سخته نیست. مایندستمو تغییر دادم، ذهنیتمو تغییر دادم، پیاده روی جزء روتین روزانه‌ام گذاشتم و این فسته رو رعایت کردم. و یکی هم این که بچه‌ها هر چقدر که شما خوراکی‌های خوشمزه بیشتر بخرید و بیشتر در معرضشون قرار بگیرید، اونقدر بیشتر ترغیب میشید که اونا رو بخورید. اینجا ترکیه از کلی خوراکی خوشمزه، کلی شکلات خوشمزه داره و منم عاشق شکلاتم. ولی یه قاعده و قانونی که بر خودم گذاشتم اینه که کمتر از سوپرمارکت تنقلات بخرم. حداقل قدم اول، زمانی که اولین قدمو برمی‌داری، درست برمی‌داری، اینکه کمتر در معرض اون تنقلات قرار میگیری باعث میشه که کمتر تنقلات و مواد غذایی بی ارزش و به اصطلاح جانک فود بخوری و هر چقدر از اون مواد کمتر بخوری و به جاش سبزیجاتو بیشتر کنی، اون بیشتر بهت کمک میکنه. و یه چیز دیگه، من توی وعده غذایی هر روزم حتما سالادو دارم. یا سالاد کاهو میخورم، کاهو گوجه خیار، و یا سالاد شیرازی میخورم با لیمو و فلفل. بچه‌ها سالاد وقتی در کنار غذاتون باشه خیلی معدتون رو پر میکنه و شما رو سریع‌تر سیر میکنه. به علاوه چون سبزیجات فیبر داره باعث میشه که روده هاتون بهتر کار کنه. حتما تو وعده های غذاییتون سالاد رو بذارید، برید موادش رو بخرید، خودتون رو مجبور کنید هر روز بشورید، بذارید جلوی چشم، خودتون رو مجبور کنید که هر روز در کنار وعده غذاییتون حتما سالاد رو بخورید. اینا تمام تجربیات من از 10 کیلو مجدد کاهش وزنه. بچه کاهش وزن، کم کردن وزن. من تا سال پیش فکر میکردم که وزنم استوب خورده دیگه نمیتونم وزنم رو کاهش بدم، اما اینا همه الکیه. هر وقت که شما اراده کنید میتونید که وزنتون رو کاهش بدین. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. هر سوالی دارید حتما تو قسمت کامنت بنویسید. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.